سلام رفیق گلم. توی این جلسه میخوایم راجع به جنریک ها توی زبان دارت صحبت بکنیم. شاید اسمش یکم ترسناک باشه، جنریک، ولی خودش اصلا ترسناک نیست و خیلی مفهوم جالب و کاربردیه. جنریک ها به ما کمک میکنن که ما بیایم یک تابع یا یک کلاس فلکسیبل و ریوزبل رو بسازیم، یعنی یک کامپوننتی بسازیم که بتونیم جای مختلف تو کدمون راحت ازش استفاده بکنیم. حالا ما توی دارت هم جنریک کلاس ها رو داریم، هم جنریک فانکشن ها رو داریم، هم باوند تایپ پارامترها رو داریم که اینا رو حالا راجع به هر کدوماش میخوام کامل بهتون بگم، یعنی نمیخوام رو دارت چیزی بمونه که بعدن مثلا تو سورس کد دارت متوجهش نشی. میخوام یه جوری اصلا به دارت رو بگم که تو اومدی تو سورس کد دارت خط به خط این کدا رو بفهمی چیه. الان مثلا یه سریاشو میفهمی چیه، اینا رو مثلا هنوز بهت نگفتم چیه، بهت میگم چیه. یعنی میخوام مثلا یه دارت دیولپر و یه فلاتر دیولپر حرفه‌ای بشی. خب حرفه‌ای که بشی درآمدت عالی میشه. مثلا من استاتیکا رو بهت گفتم، اگه نگفته بودم نمیدونستی چیه. ارسپری گفتم، ابسترکت رو گفتم. ببین دیگه کم کم داری اصلا سورس کد دارت هم میفهمی. این سورس کد به دردت میخوره. مثلا بعضی وقتا میخوای ببینی مثلا یه کلاسی چجوریه، یه لایبرری چجوری کار میکنه، میای سورسش رو میخونی، اصلا سورسش رو تغییر میدی. خب همه این کارو میتونی بکنی. مثلا من میتونم کلاس دابل کلا یه چیز دیگه توش بنویسم. خب و کار جمع. خب من اینو ببندم. دونت سیو. میخوام راجع به جنریکا صحبت بکنم و اولام سراغ فانکشن ها میریم. خب من میخوام یه تابعی داشته باشم که این تابع بیاد و بزرگترین عدد رو واسه من برگردونه. درسته؟ من میخوام بزرگترین عدد رو بیاد واسه من برگرد. خب توی مینم اول میام میگم من یه دونه نامبرز دارم، یه لیستی از عددا، مثلا 3 و 7 و 2 و 9 و 5 داخل این لیست اعداد من وجود داره و میخوام بیام بیشترین رو واسه من بیاد برگردونه. خب میام یه تابع میسازم، یه فانکشنی تعریف میکنم به اسم find integer باید برگردونه find max. میگم بیشتری واسه من بیا برگردون که توی ورودی خودش هم چیزی که میگیره یه لیستی از اینتجر ها میگیره به اسم لیست. بعد اتفاقی هم که تو خودش میفته اینه که اول میاد یه دونه وریبل به اسم max میسازه و فکر میکنه که روی این لیست مثلا ایندکس صفرمش بزرگترینه، یعنی اول به صورت پیش‌فرض فکر میکنه 3 از همه بزرگتره. بعد حالا باید بیاد یه حلقه بزنه و چک کنه ببینه اگه بزرگتر هست از اون استفاده کنه. خب میام یه حلقه فور میزنم، میگم ور آیتم این لیست، حلقه فوریچ میزنم. به این حلقه بچه‌ها میگم فوریچ، یعنی شما اومدی توی فور گفتی که من یه متغیری ساختم داخل یه لیستی میخوام ایتریت کنه و هر بار این آیتمه یکی از این خونه های این لیست میشه. آیتمه اول 3، بعد 7، بعد 2، بعد 9، بعد 5. یادم نیست بهتون اینو گفتم یا نه، ولی خب حلقه دقیقاً مثل حلقه فوریچی میمونه که رو خود لیست میومدیم و فوریچ میزدیم. اگه الان اینجا میمدیم رو این لیست فوریچ میزدیم دقیقاً مثل همین بود. اگه این اسمش آیتم باشه اتفاقی که اینجا میفته اینه که هر بار به ما آیتمو میده برابر یکی از اینا، اینم دقیقاً هر بار آیتمو میده برابر یکی از اینا. پس دقیقاً همون فوریچیه که داشت. به این شکل میام مینویسم و میگم که توی این فورم تو بیا چک بکن هر بار، بگو اگه که این آیتمت بزرگتر از مکس شد، یعنی یه آیتمی داری که بزرگتر از مکس شد، حالا مکس بشه این آیتمت. به این شکل میتونم بزرگترین آیتم رو بیام پیدا بکنم و آخر کاری که میکنم اینه که میام این مکس رو هرچی که هست ریترن میکنم. خب این تابع فایند مکس ما به صورت نرمال که اینتجر قبول میکنه و اینجا خیلی راحت میتونم بیام بگم مکس و اسم تابع فایند مکس، بیام بگم بزرگترین عدد رو توی این لیست نامبرز به من بیا بده. کنترل اس بریم با هم اجرا بکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. رو ترمینال cls.run main.dart میبینی که 9 رو به عنوان بزرگترین عدد داره به من میاد و میده. خب حالا فرض کن که مثلا من این کارو میخوام یه لیست دابل داشته باشم و با یه لیست دابل انجام بدم. بیام اینجا بگم یه نامبرز دابل دارم مساوی 3.5 4.7 4.2 8.2. یه لیستی از دابل ها دارم. اگه این نامبرز دابل رو بذارید من اینو ایگنور بکنم، اگه من این نامبرز دابل رو بدم رو این فایند مکس کار میکنه یا نه؟ کار نمیکنه، چون دابل قبول نمیکنه و فقط اینتجر قبول میکنه. یا من یه دونه مثلا
str داشته باشم و اصلا اینجا استرینگ داشته باشم، مثلا اپل داشته باشم، بنانا داشته باشم، موز، مثلا گریپ داشته باشم و اورنج، میوه های مختلف داشته باشم و بخوام اونی که حرف اولش توی انگلیسی از همه جلوتر هست رو حروف الفبا رو بیاد واسه من فایند مکسش بیاد اینجا چاپ کنه. خب قطعا استیار هم بیام بهش بدم قبول نمیکنه. یعنی یه جورایی من دیتا تایپ های مختلفی دارم که نمیخوام بیام 5 تا تابع فایند مکس بنویسم، میخوام یه تابع فایند مکس بنویسم اما جوری بنویسم که این تابع جنریک باشه، تایپ های مختلفی رو در واقع واسه من بیاد و قبول بکنه. اینجاست که باید بیایم از جنریک ها توی توابع استفاده بکنیم. خب کاری که میکنم میگم که آقا من میخوام از یه تایپی استفاده بکنم که نمیدونم چیه، اسمش رو به صورت پیش‌فرض میذارم تی، مثلا نمیدونم چیه، فکر میکنم تایپش تیه. پس میگم که این فایند مکس چیزی که باید برگردونه ممکنه اینتجر باشه، ممکنه دابل باشه، ممکنه استرینگ باشه، هر چیزی ممکنه باشه، تو تی رو برگردون، فکر کن تایپش تیه. بعد فایند مکس میاد اینجا میگه من یه لیستی از تی حالا باید بگیرم، میگم تو هم یه لیستی از تی بگیر. پس یه لیستی از تی ها رو که حالا تی ممکنه اینتجر یا دابل یا هر چیزی باشه رو میگیره، چیزی هم که واسه من برمیگردونه یه تیه. خب این از این. بعد بحثی که هست، چون دارم مقایسه میکنم و این مقایسه و کامپر دیتا تایپ هایی میتونن این کار رو انجام بدن که کامپربل رو اکستند کرده باشن توی دارت، پس من باید اون تی که دارم بیاد کامپربل رو اکستند بکنه که بتونم مقایسه بکنم. پس من همینجا به جای اینکه یه تی معمولی بیام بنویسم، یه الان کار جمعه دیگه، میبینی که ارور نمیده. خب و اینجا هم اگه اینو کامنت بکنم میبینی که سینتکس این که برای ریترن تایپ تیه، اگه نداشت دیگه من ارور نمیده. پس ساخت یه دونه فانکشن تو دارت به صورت جنریک اینه که شما فقط بعد از اسم تابع بیا یه تایپ پارامتر جنریک رو اینجا دریافت بکنی که این بدون تی چیه. حالا توی ورودیات، خروجیات یا بدنه تابعت میتونی از این تی بیای استفاده کنی. مثل من که گفتم این تابع واسه من یه دونه تی برگردونه و یه لیستی از تی ها رو بگیره. این تی چی هست اینجا میاد و مشخص میشه. حالا این تی من چون میخوام کامپر بکنم و مقایسه بکنم، باید بیاد کامپربل رو اکستند کنه. پس مثلا شما خیلی راحت میتونی یه دیتا تایپی که داری در نظر میگیری و کاری بکنی که بیاد اکستند کنه یه چیزی. پس میگم بیاد اکستند کنه کامپربل رو واسه من بیا اکستند کن که من بتونم کامپر بکنم و مقایسه بکنم ولیو هایی که داخلش هست. خب حالا تو بدنم میام همون کارو میکنم، میگم من یه دیتا تایپ تی دارم اسمش مکسه، لیست صفرمو میام داخلش میریزم، یعنی اولیو تو این لیست میام توش میریزم، هر دیتا تایپی که میخواد داشته باشه. دوباره یه حلقه فور میزنم توی این لیست و همون شرط کذاییمو میام اینجا چک میکنم. حالا اینجا چون از کامپربل استفاده کردم میگم که این آیتم من که تایپش چیه بیا کامپر کن، مقایسه بکن با مکس. خب مقایسه بکن با مکس، اگه که بزرگتر از صفر شد این نشون دهنده اینه که آیتم من بیشتر از مکسه. اگه جواب بزرگتر از صفر شد تا اینجا بیا مکس رو مساوی قرار بده با آیتم. این آیتم دات کامپر تو میاد مقایسه میکنه و مثلا اگه آیتم 3 تا بیشتر از مکس باشه جواب میشه 3. پس کلا اگه بزرگتر از صفر باشه یعنی آیتم بزرگتر بوده، پس من میریزمش روی مکس. به این شکل میام کار خودم رو جمع میکنم. این کامپر تو از کجا اومده؟ چون تی من اکستند کرد از کامپربل. داخل این کامپربل که یه ابسترکت کلاس هستش، کامپر تو پیاده سازی شده برای تایپ تی. خب این مثلا اینتجر پیاده سازی شده، ما کلا اومدیم برای تایپ تی پیاده سازیش کرد. خب این الان دیگه جمعه دیگه، این کار یه جورایی واسه ما جمعه. فقط آخر کار باید بیام ریترن بکنم این مکسی که وجود داره. الان میبینی که این تابع فایند مکس من دیگه بدون ارور داره واسه من میاد و اجرا میشه. خب من اینجا 3 تا لیست مختلف دارم، یه لیست عددهای اینت، یه لیست عددهای دابل و یه لیست در واقع استرینگ ها که حالا چجوری میاد این استرینگ ها رو میسنجه کدوم بزرگتره. حرفای اول رو چک میکنه، آ و بی رو داریم و جی رو داریم و او. حالا یه چیزی که هست بهش میگن جدول اسکی. جدول اسکی رو شما توی اینترنت سرچ بکنید، یه جدوله که میگه تو برنامه نویسی و کلا علوم کامپیوتر ما به هر حرف انگلیسی اومدیم یک عدد ارائه دادیم. یعنی مثلا آی بزرگ 65، 66 میشه بی بزرگ،
67 میشه سی بزرگ. بعدش حروف کوچیکن. من فکر میکنم تا جایی که یادمه آی کوچیک فکر کنم میشد 91. باید تو جدولش ببینید. برای همه علامت ها این وجود داره. خب حالا چه جوری میفهمه که او بیشتر از مثلا آ؟ خب اسکی او بیشتره دیگه. وقتی 91 بشه آی کوچیک، 92 میشه بی کوچیک، 93 میشه سی کوچیک، پس او مثلا میشه 111 112، پس بزرگتره. پس میفهمه مکس کدوم. اینجوری مکس استرینگا رو در میاره. خب من اینجا دیگه خیلی راحت میتونم بیام پرینت بکنم و اینجا دیگه زمان اجرا هست که این تابع فایند مکس من که یه لیست تی رو داره تو ورودی خودش میگیره و یه تی برمیگردونه، این دیگه زمان اجرا هست که میفهمه باید از چی استفاده بکنه. اینجا مثلا من 3 تا فایند مکس بهش میدم، یکی برای اولی، یکی برای دومی، یکی برای سومی. اینجا میام و این نامبرز رو داخلش میریزم. میبینی که بدون ارور کارش جمع شد. یعنی به محض اینکه من نامبر رو داخلش ریختم فهمید که تایپ این لیستی از اینتجره، پس اون تیه باید اینتجر باشه. پس این چیزی که برمیگردونه اینتجره، چیزی هم که تو ورودیش میگیره لیست اینتجره و این تیه رو دیگه هر دو تیه بذارش میذاره آینتی. حالا اگه بیام این نامبرز دابل رو بهش بدم، دوباره میبینی که بدون ارور اجرا میشه، چون فهمید اینا دابل هستن. هر جایی که تی دید به جاش گذاشت دابل و چون کامپربل هم اکستند کرد دابل، پس خیلی راحت میتونیم مقایسه بکنیم. دوباره اینجا اگه بیام str هم بهش بدم، میبینی که لیستی از استرینگ. وقتی بهش بدم میبینی که دوباره بدون ارور اوکی شد. چرا؟ چون فهمید این استرینگ فایند مکس تیش شد استرینگ، کامپربل هم که اکستند کرده، پس میتونیم بیایم مقایسه بکنیم و کار یه جورایی تموم. پس من اینجا تابعی نوشتم که هم داره رو اینتجرها کار میکنه، هم رو دابلا، هم رو استرینگا. به جای اینکه 3 تا تابع بنویسم یه تابع نوشتم و اینجوری کارم خب خیلی حرفه‌ای تره و کدم ریوزبله. یعنی من این کد رو یه جا ذخیره بکنم تو برنامه‌های مختلفم خیلی راحت میتونم ازش استفاده بکنم تا اینکه بخوام 3-4 تا کد بنویسم برای دیتا تایپ‌های مختلف. اینم بریم با هم اجرا بکنیم، میتونیم ببینیم که آیا اروری میده یا نه. میبینیم که بله، بزرگترین اینها 9، بزرگترین اینها 8/10 و بزرگترین اینها هم آرنج چون اولش اوه. به این شکل یاد گرفتیم چجوری از جنریک ها توی توابع استفاده بکنیم.